مقامات شهری کلوب از اول سال جاری 7 جای نمازگزاری ساکنان را که به قول آنها ساختمانش غیر قانونی بوده است برای زندگی به اهالی بیخانه سپردند. آنها میگویند که در مجموع در کلوب 54 مسجد غیر قانونی ثبت شده، بعضیشان الکی به جایهای فراغتی تبدیل یافتند. یکی از این مسجدهای اینک سابق در محله خط راه شهر کلوب واقع است و حجره های آن به زن 45 ساله سوسن جانوا نصیب کرده است. جانوا 3 ماه باز همراه پسرش در آنجا زندگی میکند. سببی در اتاق حزب کمونیست زندگی کردن من از سبب نرسیدن معاش که دو کودک مثال فرزندان من قدر صاحب معلومات مکتب میانه بودن و طول 6 سال در امان اتاق کاری خود من سرپناه کردم و سببی بسیارتر طولانی کشیدن اینجا همین بود که من بیماری طولانی کشیدم. محل اقامت حاضره سوسن جانوا 2 سال پیش از سوی ساکنان خط راه برای نمازگزاری بنیاد شده است. این بنا مثل مسجدهای دیگر بزرگ نبوده گنبد هم ندارد، اما ساکنانش میگویند از بس که این بنا به نیت نمازگزاری ساخته شده است در اینجا زندگی کردن آدمان را قبول ندارند. سوسن جانوا میگوید این است که ساکنان گرد و اطراف خانه نوش نمیگذارند که او آرام به سر برد. من به فرد مومن دیگه چی میگن؟ در چیزی که ببره میگن گروه جمع شد پس سومی آوابته سومی ترانسفورماتر بته خیم قبول نمیمونن که خیمه حسد بودم بیمار بودم. مقامات شهر کلوب میگویند که پیش از مسکون کردن سوسن جانوا در بنای مسجد سابق با ساکنان محل صحبت کرده رضایت آنها را گرفتند. مردم بود که جدا خیلی نگفت نو خدیسیم نو سیمین خدیسیم و ایجا 3-4 مسافر میایم میخونه و همین مردمی نو میایم میخونه. من گفتم خیلی که باشه همین شافیور ایره دبره و اگر پروا نداشته باشه جایی منش میکنه حجت میپرزه حجت نداره این غیری رسمیه. سوسن جانوا میگوید برای او نیز در بنای مسجد زندگی کردن آسان است، ولی او میگوید از یک سو ناچار مانده است و از سوی دیگر این مسجد غیر قانونی است و اگر او نآید کسی دیگر مسکون خواهد شد. او نیت دارد داخل بنا را کمی تغییر دهد، ولی میگوید ساکنان اطراف گاه برق او را میبرند و گاه یگان مشکل دیگر پیش میآورند. این برای اولین بار نیست که در منطقه کلوب مسجد به خانه ساکنان مبدل می‌گردد. سال گذشته در ناحیه خاولینگ نیز 5 مسجد به ساکنان کمبزاعت که در یک خانه چند عائله به سر می‌بردند همچون خانه سپرده شد.